سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشن. دوستایی که سوال کردین در قسمت پرورش نانو، من که در ویدیوهای قبلی توضیح دادم ولی یا اونا بالا نمیاد شما نگاه کنید. و اینه که من این قسمت نانو رو زدم، این جلو کردم ولی اون قسمتش هست و این قسمتش هم کسی هنوز آماده خوردن شده. یعنی خیلی نانوی ناب هست. اینا یک گیاهی هستن که بسیار پرورش ساده هست. ما اینا رو فقط 3 تا بوته از بنین خریده بودم، 1 و 2 تا 3 تا، ولی یک همچی چارچوبی من ساختم. بکنم شما مگر چی کردین یک همچی چارچوبی بسازین، وگرنه کل حیات شما رو نعنا کسی پور میکنه به خاطر ریشه قوی که دارم. ریاضی حساب دوستی عزیز، هر وقت این که زدین شما هر نوع کودی که در واقع به نعنا بدین، نعنا خوبیش اینه که چی میکنه؟ قبول میکنه. در مورد پرورش من بارها توضیح دادم ولی بس هم از باب تکرار میکردم بهتون میگم که نعنا در جای بکارن که آفتاب بهش بتابن، نیاز دارن به آفتاب و اینکه آب بدین یا صبح زود یا دم غروب. در تابستان البته 2 مرتبه در کشورهای اگر هستین که الان در فصل تابستان یا بهار هستین، شما میتونین 2 تایم، صبح زود و دم غروب که اصلا نعنا رو آب بدین. ولی اگر مثل ما در استرالیا هستیم که ما از ترما رد شدیم، الان امروز اولین روز ماه زمستان هست، ماه جون، ریاضی حساب شما میتوانید 1 تایم صبح زود یا دم غروب کسی نعنا رو آب بدین. و نعنا خوبیش اینه که نیاز ندارن که هر روز شما بهشون کود بدین، ولی نیاز دارن هر روز بهشون آب بدین و در جای هم بذارین. من تاکید میکنم که آفتاب کافی به نعنا برسن تا نعنا رشد کنن. ولی سبزی‌های مثل جعفری و کشنیج اونا اگر در سایه هم باشه رشد میکنه. مثلا نعنا، پیازچه، گندنه و ریحان اینا سبزی هستن که باید آفتاب کافی بهشون برسن. اگر در سایه باشد رشد کافی نمیکنه و به مرور کسی از بین میره. روی از این حساب دوستای عزیز، الان قسمت زدم، کد خاصی بهشون ندادم. شما ببینید هر نوع کد پیدا میشه، ولی ما وقتی این طرفش رو زدم، من هر نوع کدی که دستم باشه به نعنا میدم، من تا بهش آب میدم و نعنا کسی قبول میکنم. رمزی حساب دوستای عزیز، شمایی که اگر نعنا میکارین در استرالیا که هستین، من بهتون پیشنهاد میکنم به جایی که تخم نعنا رو استفاده کنین، شما برین یک چند تا بوته از بنینگز بخرین، 3-4 تا، ولی یک همچی چارچوبی که من بهتون نشان دادم من ساختم. چارچوب رو نگاه کنید به خاطری که چی نرن، یعنی پیش نرن، ولی اگه پیش بره چی میشه؟ ممکنه اونو در واقع حیات شما رو کامل بپوشونه، چون این نعنا کسی ریشه‌شون بس قوی شما بکنید، چی ریشه‌های قوی داره نعنا. و دوست عزیز، یک همچین چارچوب بسازین، یک چند تا بوته بیارین، بعد از چند ماه کسی شما یک همچین نعنای در واقع مرغوب تازه و بهترین رو دارین، به خاطر اینکه نعنای خودشون پرورش میدین با آبی که شما میدین دیگه یک بوی و طعم خاص دارن و همیشه در دسترس هم هست. من بهتون پیشنهاد میکنم که از ظرفیت هایی که دارین استفاده کنید. ریاضی حساب دوست عزیز، در جای بکارین که آفتاب کافی باشه، من تاکید میکنم، و هر صبح زود و دم غروب در تابستان آب بدین نعنا رو. ولی در زمستان که در استرالیا امروز روز اول در واقع جون، یعنی زمستان هست، ما 1 تایم کسا برشون بر ما کافیه و اینجا بارش هم میاد و رغم همون ما 1 تایم بهشون آب میدیم صبح زود یا دم غروب. بنابراین دوست عزیز، وقتی هم که زدین شما کد مخصوص نیاز ندارین، هر نوع کدی که به نعنا بدین در واقع نعنا قبول میکنه. ولی اگر از انبار گوسفند باشه خیلی برای رشدشون چیه مفیده. یعنی من مثلا این نعنا رو ما تقریبا 3 سال استفاده میکنیم ولی همچنان برای ما بار میدن، به خاطر اینکه من بهش رسیدگی میکنم و
نمیذارم در واقع چیزی بهش کم باشه. هر چیزی که بهش رسیدگی کنی به همون اندازه در واقع نعنای شما چی میشه، یعنی نعنای خیلی خوب و مرغوب شما خواهید داشت. پس یک همچین چارچوب شما اول نیاز داریم بسازیم. بعد این چارچوب ساختیم خاک حولیتون رو با کدی که من بارها معرفی کردم از منینز بیارین، قاطی کنید و در نهایت همون 3-4 تا بوته هم با فاصله نیم متر یا 1 متر بگذارین، هر چی که خودتون خواستین. برای من که اینقدر کافیه و زیادم هست. رمز حساب شاید 2 متر باشه. برای من 2 متر، این 3 تا بوته که من گذاشتم در 2 متر طبقه چی کردم کاشتم و الان کسی بهتر نعنا رو دارم و 3 سال ما استفاده میکنم. بنابراین شما یک چارچوب بسازید و جایی رو انتخاب کنید که آفتاب کافی بتابه و صبح زود دم غروب در تابستان و یک تایم هم از این دو تایم در زمستان نعنا رو آب بدین و شما یک نعنای خوب مرغوب و تازه برای همیشه خواهید داشت. البته با این شرط که اگر شما حوصله داشته باشید. من خودم کیف میکنم وقتی در واقع از سرکار برمیگردم با سبزی‌ها برمیارم، در واقع این برای من خیلی خوبه و من خودم لذت میبرم از اینکه به من رسیدگی میکنم. رز حساب اگر شما یک همچین حس دارین، عشق دارین، در واقع بیکارین از ظرفیتتون استفاده کنید. من امیدوار هستم دوست عزیز که ویدیو بهتون مفید واقع شده باشن. اگر سوالی داشتین میتونید در بخش کامنت برای من بنویسید، من در اونجا میتونم به صورت عموم پاسخ بدم، ولی از طریق مسنجر متاسفانه نمیتونم به همه مسیج‌های شما دوستان عزیز پاسخ بدم، ولی به صورت عموم که هستم من پاسخ شما رو میدم با ساختن یک ویدیو. برایتان لحظه و دقایق خوش را آرزومندم. هر جایی که هستین آبتون سرد و نانتون گرم.